کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر 15 عکس و یک گزارش ویدیویی خبر داد که صبح 5 سپتامبر سال 2023 در یک زدخورد مسلحانه در مرز با افغانستان سه جنگجوی عضو گروهی در تاجیکستان ممنوع جمعیت انصارالله کشته شده. از جای حادثه و پناهگاهی از قبل آماده کرده جنگجویان 12 میل سلاح و مقدار زیادی مهمات جنگی و مواد لازم برای ساختن بمب‌های خودساخت یافت و مصادره شده است. کمیته امنیت گفت شب 29 آگوست سال 2023 این سه نفر اعضای تشکیلات بین المللی تروریستی با مقصد انجام دادن عملهای تروریستی در حدود جمهوری تاجیکستان در عرصه جشن استقلال دولتی خط سرحدی افغانستان و تاجیکستان را در منطقه کیوران نویه درواز به طور غیر قانونی ویران کردند. گفته می شود عبور مرز از سوی جنگجویان سر وقت از طرف ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی آشکار گردیده گروه مخصوص عملیات ضد تروریستی به جای حادثه سفربر گردید. دسته ضد تروریستی امنیتی حلقه اوتوی را در مکان بود و باش تروریستان محدود ساخته از اعضایان گروه تروریستی طلب نمودند که تسلیم شوند. تروریستان به امر کارمندان مقامات امنیتی اطاعت نکرده از تمام نمود سلاح در اختیارشان داشته آتش کشیدند. در نتیجه عملیات جنگی سه نفر اعضای گروه تروریستی سر و پا مسلح به ضرر گردانده شدند. گفته می شود در اطلاعیه کمیته امنیت درباره تلفات نیروهای دولتی در این زدخورد در اطلاعیه چیزی گفته نشده است. بنا به گزارش کمیته امنیت ملی در نتیجه تحقیق آموزش مواد و حجت‌های مصادره شده و جسدهای کشته شدگان معاین گردید که اینها اعضای زیرین جماعت انصارالله می باشند. باباجانوف ظریف محمودجانویچ با لقب عثمان زاده جماعت دیوت کلندی شهر اسفره یکی از سرگردگان جماعت انصارالله، بهادروف فرهاد بشیرویچ لقبش ابو مصعب زاده دیه شیربگیان جماعت دیوت سفید چشمه نویه نورآباد، قاسموف احد سلطانویچ لقبش عبید زاده شهر کولاب. تاکید شده است که نسبت به این سه نفر قبلا در اساس ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام جلب و اشتراک غیر قانونی شهروندان تاجیکستان در واحد مسلح، زدخوردهای مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو دیگر دولت‌ها پرونده آغاز گردیده هر سه در جستجو قرار داشتند. کمیته امنیت ملی گفت در جریان تحقیق معاین کرده شد که در برابر سلاح‌هایی که این سه جنگجو با خود داشتند قبلا از حدود کشور همسایه مقدار حجما کلان اسلحه، لوازمات جنگی، مواد ترکنده، واسطه‌های علاقه برای تامین تروریستان انتقال و در پناهگاه جای کرده بودند. کمیته امنیت ملی گفت این نخستین تلاش اعضای جماعت انصارالله جهت ناآرام ساختن وضعیت در حدود جمهوری تاجیکستان است. قبلا 26 اپریل سال جاری دو عضو این گروه با مقصد انجام دادن اکت‌های تروریستی خط سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان را در موضع دشتی از گلام نویه ونج به طور غیر قانونی رخنه کرده به خاک تاجیکستان وارد شدند، ولی هر دو را در نتیجه عملیات ضد تروریستی به ضرر گردانیدند. جماعت انصارالله گروهی است که امرالدین تبارف یک عضو سابق حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که شرایط سال 1997 بین مخالفین و حکومت تاجیکستان را نپذیرفت و دوباره به افغانستان فرار کرد، از حساب مخالفین نوروزی تشکیل کرد. مقامات تاجیکستان انصارالله را در دست داشتن در حمله مرگ طلبانه به قرارگاه اوباب در شهر خوجند در سال 2010 و آشوب مسلحانه سالهای 2009، 2010 و 2011 در منطقه های طویلدره و رشت عیبدار میکنند. بنا به اطلاع دریافتی اعلی رهبر این گروه جنگجو را در افغانستان یک زاده نورآباد با لقب مهدی ارسلان بر دوش دارد.